در موسیقی ششمقام بعضی پرده ها بعضی صدا ها هستند که باید از یک اکتاو تا 2.5-3 اکتاو باید آواز داشت. برای همین در ششمقام رول اساسی رو آواز صدا یعنی که رول اساسی رو می‌بازد. داروی صدای قوی، داروی فهمیش و درک معنی بلند در کار که تا توانیم ما در موسیقی انمی کسبی خیش یعنی که ششمقام وارد شویم. در ششمقام زیاده از 252 سلسله ترانه وجود دارد. هم غزل و هم روبایت و هم دو بیتی و همه اون شعرهایی که در موسیقی ششمقام وجود داشتند همشون که قریب چون موسیقی خیلی بلند است، موسیقی عارفانه است، صوفیانه است، تصوف است، عرفان است و از این رو شعرهایشان شعرهایی که متنهایی که در این شاهسر موسیقی جدا داشتند شعرهای خیلی بلند است، شعرهایی که واقعا هم خیلی یک معنی بزرگ رو دارند.